السلام علیکم دوستان نهایت ارجمند و گرامی، خواهران، برادران، رئیس محترم شهر باستانه پنجکل، برادر بسیار عزیز گرامی ما عبدالخالق خالقزاده و معاونان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر پنجکل، شخصیت‌های بسیار معتبر، مخلصان بسیار هم صمیمی و بسیار هم هواداران اصیل صنعت زیبای تئاتری، ما با تشبث رئیس محترم طی 4-5 روز است در این شهر باستانی مهمان هستیم. در یک فضای بسیار مهربان، فضای صمیمیت، اخلاص و احترام، آداب و فرهنگ خیلی هم والا، بسیار خود را خوشنود و سربلند و سرفراز احساس میکنیم و همیشه سفرهای هنری ما به شهر باستانی پنجکین همیگونه افتخارانگیز بود و هست، زیرا دیار رودکی بزرگوار که سری شاعران عالم محسوب می شود، وارثان بسیار شایسته و از سزاوار آدم و شعرا امروز استاد لایق مشهور تمام عالم فارسی زبانانند. استادان بزرگ شعر و ادب عبید رجب، ارون کوهزاد، استاد ساربان، جمعه آدنزاده و عبدالنبی ستارزاده، عالم بسیار معروف، کمال نصرالله و ده‌ها این گونه شخصیت های محبوب و معروف در همه بخش های فرهنگ و ادب ما زادگان همین خاک مبارک هستند و من باوری دارم که از بین جوانان این منطقه، این شهر باستانی، باز وارثان بسیار هم ارزنده و شایسته چنین ابرمردان به کمال میرسند، زیرا که اخلاق و آداب و فرهنگ و معنویاتی که اینجا ما احساس میکنیم برای تمام کشور ما واقعا هم بهترین نمونه عبرت است. و با تشبث رئیس شهر با یک مهر و اخلاص بسیار صمیمی که با پرور ما دایرکتور تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام استاد عبدالقاسم لاهوتی پیوندهای دوستی و برادری دارند با لطفالله دولت‌زاده هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، این سفر ما از هر وقت پربارتر و پرمحصولتر است و بسیار هم برای منم همین بیت ابوالمعانی به دل بزرگوار به اختیار به یادم می رسد که به دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم، نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی ها. این را پاس دوستی و برادری را داشتن این نکار هر جوان مرد است. برای همین امروز ما خیلی هم سپاسگزار هستیم از رئیس محترم، از تمام مقامات اجرایی، از شعبه ایدئولوژی و معارف و فرهنگ و از مؤسسه های تعلیمی و از همه راهبران مؤسسه های این شهر باستانی خیلی هم سپاسگزار هستیم که بسیار فعال، خصوصا نمایش های برای که کودکان آوردیم، هر روز 2-3 نمایش تالار پر است و میان از افسانه بسیار جالب و شوق‌آور هنرمندان ما، تئاتر ما بسیار هم غذای معنوی میگیرم. برای ما این بسیار یک افتخار است، یک خوشبختی است وقتی که ما مخلصای صمیمی خود را در میابیم، هواداران اصیل تئاتر را در میابیم. بسیار برای ما این یک بسیار گوارا و افتخار انگیز است. عزیزان، نمایشی که برای
دایره کلانسالان آورده ایم. خب مسکه است، در ژانر مسکه با قلم درامنویس تاجیک تبار ازبکستان شادروان خالق خورسندوف تعلق دارد و آن را سرکارگردان تئاتر ما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان ترجمه و تهیه کرده است. در صحنه هنرمندان بسیار معروف و محبوب ما بازی میکنند. خب شما آن را تماشا میکنید، قضاوت میکنید. خصوصا برای فکر میکنم جوانان بسیار یک سبق نیک حیات است، دستور است، پند است و اینک نمایش بعد مردن خواه بیا و خواه نیایی خورسند خالقوف انا پیشکش شما در اجرای هنرمندان بسیار محبوب و معروف تئاتر به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی. پرورده شد آن کس که به دامان تئاتر یابد همه دم فیض فراوان تئاتر. گردد دلش آینه خورشید معارف واقف شود آنی که ز عرفان تئاتر. میدان مصاف بد و نیک همه دنیاست، خود صحنه عالم بوده میدان تئاتر. با چشم خرد گر نگری چرخ فلک را گویا همه دنیاست به فرمان تئاتر. آره سخن اینجا بکشاید پر و بالش با سحر هنرمندی سخندان تئاتر. آنان که بجان عاشق دلدار حیاتند دلباختگانند به جانان تئاتر. خود میوه عقل است همان نقل و نوایش آراسته باشد همه دم خوان تئاتر. ای خلق به کرسی تماشا بنشینید انسان شود انسان تر از انسان تئاتر. گیرند ز تو درس ادب گر تو بگیری درسی عملی ادبستان تئاتر. قربان کسی ام که بس دیدن نمایش یک عمر بود واله و پزمان تئاتر. کانی ادب است و هنر و صنعتی والا هر مملکت باشد اگر کان تئاتر. عالم که تماشاگه اسرار الهی است پایان جهان خود بوده پایان تئاتر. ای خلق به کرسی تماشا بنشینید انسان شود انسان تر از انسان تئاتر. پرورده شد آن کس که به دامان تئاتر یابد همه دم فیض فراوان تئاتر.
نونی گرم پختم خام شوربا هم تیار بیارم حاضر این خبری نام شدیده وای کلینی حلیمه 10 سال باز فرزند نداشت این پگاهی دوگونی تولد کرده است از شما ساختن دو گهواره رو خواهش کردن کمپیر حلیمه توی داره یکان با خیر روی داده است گرد زنه از شما میپرسم دیهای همسایه رفته بودم زنک استا حامید را گور و چوب کرده برگشتم خدا رحمت کنه آدمی خوب بودند جایشون جنت شود همین خیر کارها زنک همین خیر کارها خیر چی علاج در این دنیا همه امانته یک روز نه یک روز پسرش پسری یکه و یگانش به جنازه پدرش نامد زنک نه موی سفید را مردم دیها به خاک سپردند فرزندم گدی بیکار بوده زنک بیکار وقتی بیماری یک کاسه آب درازت نکند روز مردن به جنازت نآید یک کف خاک به گورت نپرتاید چون این فرزند چی لازم زنک چی لازم راست میگوید فرزند هم حق خیلی شده است خدا و شکر که فرزندهای ما این خیلی پسری روستای رحمتی هم این خیل نبود منم میبینی زنک عاقبت کار ما هم همین این خیلی نگویده دق نکن شمول برد نیتی بد نکنید نیتی بد؟ به من نگاه کن زنک پسری کلانیت باری آخری کی خبرت دیگه خیر 2-3 ماه شد 7 ماه و 13 روز تو بکرد پسرت پرسان چی؟ کی آمده بود؟ الکی 8 ماه می شود پسرت داستان را باشد تنها در تلویزیون میبینی دخترت گلستان چی؟ خانهش در دیهای همسایه 1 ساعت را لیکن با آمدن وی هم الکی 6 ماه می شود یا دروغ میگم زنک این طرفی بچه هایت نگیر خیر خبرگیری نویند هم او زنگ زده نیستند کن هیچ زنگش را من به سرم میزنم تو بکردم نه این خیلی نمیشود رفته عوض را دعوت کن وی عوضکه در خونه هستند یا نه نمیدونم و تو میگم که رفته عوض را دعوت کن ها خوب حاضر ها مولان این آواز ها خدت بلند اهو 1 کیلومتر راه شده میشود سینجاست بسن بچون آمدی کار خوب کردی گپ دارم اما جون تو در حقیقت دوست جانی هم هستی چه ها میگی مولان؟ البته دوست جان خدا نه تو در حقیقت برایم همسری مهربان هستی یکان بلای رخ داده است گپ را به دیگر طرف نبرو جواب ده بعد همین قدر سالهای با هم زیستنمون شما از من شبه میبرید رویده؟ چه شبه؟ تو چی ها میگویی نبینه؟ روزنیست که از پروردگارم التجا نکنم که یگان روزکم به مردک جانم نگذرده تشکر زنک منم از در پروردگار تنها همین را تمنا دارم از گپی من نرنجو به گپم گوش کن گپ زنه گپ زن گپ همین پگاه جنازه من چی؟ تو چه گفتی؟ هر گتون یک باره کر شده چی؟ گفتم که پگاه جنازه من ای مولان برگی کارت هم یک حد و حدود داشته که من حاضر نمی کنم جدی میگویم
مبادا بیمار نشده باشی درم. سپس صحت انا لیکن مردن در کار همین او آزرائیل او برای گرفتن جان درت رو تفتر نکرد از گاه او کجا سراسیمه ای؟ دکتر را گرزنه. دعوت دکتر علاقه ضرورت ندارد. تو ما رو نترسان دوستم چیزی هست؟ پسر استا حامید به جنازه پدرش نامده است. علم میکند منم سه پسر دارم. آنها را کلام کردم، خواندم، آدم کناندم. اگر مرده مانم به جنازم می آمده باشم. مان مولان او پسری استا حامد در امریکا زندگی میکند کله ورم راهش دور شاید شرایطی امکانیتی آمدن نداشت همین هم گپ شد گپ را به دیگر طرف نبر. تو دوست جانیم، تو خودانه همسری مهربانم. شما یک خواهش مرا اجرا میکنید یا نه؟ مولان من همین یگان بار همین گپی تو را دو کرده بودم دوستم گردنید من وقتی نه. گردنید. اول قسم خورید. چی؟ یا توبه قسم؟ و به همین قسم نمیشه آخر این قسم خوری چی روزی؟ اکنون من به یک قسم شما نمیارزم. مولان هر دیاتان از نظرم دور شده. از شما هم دلم مانده. کلا برام تو تو بازی شو سخت شوم اگر گفتهتان را اجرا نکنم. تو برو یه قدر حیران نبودی چی؟ تو هم سگ شوم گفته قسم میخوری. چون کتاب زند اگر گفت رو اجرا نکنم گپ همین. تو خودانه خانه و حولی را آماده کن. مهمان میآید. این میهمانت را من به سرم بزنم. گپی من را نبور. تو حواس سعی بر وقت و پاکش رفته به هر سه پسرم برقیه میفرستی. برقیه؟ نه و تلفن هست که برقیه چی رو؟ نه برقیه بهتر رسمی. خواهی بعد برقیه فرستاده چی گویم؟ پدرتان مرد ویرگول به جنازه رسیده بیاید نقطه. تو عقلت در جایش هست؟ کدام آدمی سالم و فرزندها همیشه برقیه میفرستد کله برم؟ این کارو نکنید مردم جون. بچه ها رو نترسانید. از نیتتان برگردید. عقلت رو کار فرما خواهش میکنم این کارو نکنید. میبینم که در این خاندان گپی من نه قدر دارد و نه قیمت. جامعم کجاست؟ ای ممنون میروم. ای ممنون یکا سرم را برداشته برآمده میروم. جای میروم که نه فرزندان نه زن و نه دوست بیوفایم مرا کافته یافته نتوانم. شناسنامه‌ام در جاست. وای بوستان جان برای عوض کردن بودم. اوش خیمانه به آدمی بی صاحب شناسنامه چی لازم؟ ای برادر خاک پای توتیا گر تو ما را دوست می‌داری بیا. اعتقادی ما و تو در زندگی است. بعدی مردن خواه بیا و خان نیاد. ای مولان مولان ایسته بازی شو اما این گفته هایتان را اجرا میکنم. من هم اجرا میکنم بابا پسر این مرگ کارم همین هم کار شد و ای لیکن جوابگریش گناهش بگردن خدا فهمیدی ها؟ انا کارو من کار خرابیارو بیمزگی رو بکن باریا کار این طور سهری بر وقت و پسرانم برکه میفرستانی و زود به نزد من میایی. تو خودانه در میمانخانه برایم جاگه انداخته دو لوله بالش را میمانی و از بالاشان سانی سفید میپوشانی. در را کلف میکنی. هیچ کس را در آمدن نمیمانی تا آمدن فرزندانم. تمام دیه را خبر کن. من باشم من در تک اینه فکر کت نمیشنست. همین سرخانه چی که من از سرخانه؟ انا در این گوشه پنهان میشوم. خودانه اگر به یگان کس یک دهن گپ زنی جدا نمیبینیم در این دنیای بیوفا
ما هم قدر و قیمتی داریم یا نه؟ ای توبه، ای دوستم، این کارات خوب نه مامان، کارات خوب نه. عوض تو باز سر کردی. من دروغ گفتن نمیتونم. من چی کار کنم؟ چی کار؟ یک گام کلمه از دهنت نبراید شد. انا اکنون به روبوچین خانه سر کنیم. همه جا باید چون آینه جلا دید. اوه جان تو زنت را گوی اومده به خودانه یاری دید. اکو در هم بی‌مزگی زنی من نمیرسی. میگویم که مادر رئیس محله‌مان یک هفته شد در بیمارخانه خوابیده است. رفته خبر گرفته در کار. چی گفتی؟ کاری خوب بشار حالا. این کاری خوب. زنک تو از همون آشوی تعریفیت تیار کردمان. پیش از مردنم همراه عوض جان 4 معیشت کنیم. جلو که عوض انا هیچ کاری سواد نشود دیگه. یاگا اول برینج پنجاکی خداوند عمر همین مردکی یک روی مرا دراز کن. صحت سلامت بالای سری فرزندان بیماند. خدا جان و فرزندانمون انصاف را عطا نما. آلی جناب کو کن گپ بردنی خودم بدم. انا یانگا شرمنده نشویم. شما هم جورایی نکرید شده یگان دهم کم ندادید. و چی طور با چشمی مردم نمیگره. شما گپ زده نشده. خیلی نمیفهمید. بس کن زنک. و تو قسم خوردی کن. باز در حقیقت سگ شونه نداری. یک قسم نخوردم مردنم بهتر بوده. کاش که خداوند جانم را میگیریم. ای مورد یانگا در یک خاندان یک مرده بسته میماند اول هوای رو فرشته شرمنده میشویم. چی خیلی نمیفهمید. بس کن صدت. بزرگ عدم بتنیزم. ای مردکی با عقل آن مردگی که باشه خم فقط شینه چای را نوشیده و گفتگوی زنده ها چیکار داره؟ درست بگرد یانگا. ای مرده که باشه دیگه خب چرا تو معرکه رو ویران نکنی؟ اما تو مورو گپ نزن که اومدن. اینه بگو همراه در بیمارخانه بودیم. امروز نفقه‌شان را آورده دادنی بودم. آدمی زادم این بود است. آورده دایی؟ چی رو؟ نفقه رو. آورده. نفقه مرا چی؟ میاریم آوازکا میاریم. همین نفقه مرا هم روزی جنازه هم نبیارید شده. اینجا مرده بود. شما باشید از نفقه کردید. خیلی راست میگویم آخه. با مرده پول چی لازم؟ ای فکر زنده ها را باید کرد. زنده ها را. ای عوض گور سوخته. من در اینجا مرده خوابیدم و در همین نفقه. آوازکا بیسران استامالان رو خبر کردید یا نه؟ خبر کردن رئیس. سحری بر وقت بر که فرستادن. حالا صاحب مرده تنها خودم.
گفتگی بریم این کس نماینده ناحیت چی درخواست خواهش دارید انا به همین کس عرض کنم اکن سران رحمتی بیان خودشان همه کار رو سریعتر میکنن رایی دوستم مولان خدا رحمتش کنه بسیار آدمی دوراندیش بود راست کفانیش رو بر وقت تیار کرده موندگی این با مرده دیگر چه هم لازم رایی شما نمیفهمیدم ها سلطان مولانویچ از ولایت زنگ زدم رئیس ناحیه منو دعوت کرده گفتند که پدر یکی از راهبران با نفوذ ولایت بندگی کرده است و منو به اینجا فرستادن برای در سطح بلند گذشتن این چاره‌بینی من جوابگرم برای همین زودتر مصلحت کنید خیلی جوابگر باشد نقض دارم همین طبق عرف و عادت و همون آیین‌های مردممون میشه جنازه میکنیم میبریم و به خواب میسپاریم تمام است شما نمیفهمیدم من تو چی اندازه جدی بودن این معرکه رو درک نمیکنید از ولایت مهمان‌های با نفوذ تشریف میارن آنها رو باید در سطح بلند پیشواز گرفت و گسل نمود اینجا گپ بالای آبروی ناحیه میرود برای همین زودتر مصلحت کنید من از پسی کارهای خودم شوم شما خودتون در این کارها تجربه زیادتر دارید همین تکلیف ها از جانب شما شوند خوب دادارم من هم یک پیشنهاد دارم یک تکلیف دارم همین مهمان‌های والا مقام که از ولایت میان کو همون‌های همین با کرنه و سرنه پیشواز گیریم چیه وها لیچیت ندارم آوازکا مگر حالا وقتی از اون شوخی است گفته‌های راهبر را اجرا کردن در کار اجرا میکنیم چرا شما نمیفهمیدم من باید سپورش را اجرا کنم آخی اجرا کنیم بخیر باشه رئیس حاضر از ناحیه ماشین های آبپاشی میآید راهی خشلاق را که تو گردش مزار اسفالت هست تو آبپاشی میکنیم خب در گوشه برای مهمان ها میز و کرسی آماده میکنیم آنها را من خودم شخصا پیشواز میگیرم از طرف خانه ناحیه بهترین آشپزها را میاریم تا اینکه برای مهمان ها طعام های بالذت هست خب این طرف پیش شما خودتون میبینید ما هم به طرف نمیستیم دادن لیکن چی لیکن کرسی های مکتب فرسوده شدن ایلاجی رفتن در کار رئیس پروا نکنید این طرفش من خودم کاشکی محترم مرده یک بیرون برو اینه جنازت به یک معرکه درنگ و درنگ مبادل شده رفت اینه او از خورسندی در حقیقت مرده نمونی ها های شدی دوستم های شدی شوری اینها را به حالی آوازکه بر گوسفندها را در همانجا کشته بکن زودتر از پس کار شم خاطر نشد خوجایی همه کارو اوکی میشه سلام علیکم سلام دوستا آمده بچه برادرم آمدن تو یکم شده آمده این بچه غیرت کردی بچه آفرین مادرم کجا وای یانگا یک بیرون برای برتون جان آمد اوچا جان از پدر هم محروم شده اوچا وای پدر جانمه وای مهربانمه وای پدر اوچا جان او پدرم صحت و سلامت بودن تو با ما خبر ندادید که بیمار شدن اوچا جان
پدرم پیش از رفوتشون چیزی نگفتم بچه گرد زنه بچه جان اما کیا بسو جان مادرت رو عذاب نده بچه وای غم و غصه‌اش به این هم بسیار وای در سر بالین پدرت من بودم بچه تمام وصیتش رو با من کرد این همین عاشق خورده بود خدا رحمتش کنه بسیار آدمی خوب بود های مولا امید و ارمان در دلم موند امک بوستان جان اومدی بندگی در بندگی صبور باش سرم صبور باش پدرت آدمی خوب بودن الهی جای از جنت شد مردن پدر برای هر فرزند میراث است داده دادارم پدر خودتون زنده و سلامت بود زنده و سلامت کی بود اما؟ هم تو پرسیدم ده از روی نصیحت هایتان همه خیلی خلاصه کردم که شما لکه چندین پدر رو گروشور کردید در چنین روز هم از شوخی هایتان نماندید چه نماید آخر امک جان پدرم رو یک میدی بسو جان جانی اول همین پدرم پیش از مرگش وصیت کرد گفت که دوستم عوض منو در مهمانخانه جای کن گفت تو درش رو خل کن تا هر سه پسرم جمع نشوند دیگر هیچ کس رو راه نده گفت بچه همین گفت جان امک جان و یک بارکک پدرم رو بینم عثمان به زمین آمدن همه چند جانم رو گیر من راضی دوستا جان لیکن آخر با مهمانخانه در آمدن نمیمانم وای رحمتی منو قسم داده که آخر بچه بوستان جان اگر خواهش پدر چنین باشد کمی صبر کن خوجایی همه کارو اوکی گوسفند و گوشت و پوست دیگ در جوش هنگ و هنگ لطه پیچ بوستان جان چخل هنگ و هنگ چخل لطه پیچ قانونی تنظیم چی می شود؟ رئیس همش حل شده رئیس هنگ و هنگ لطه پیچ هنگ و هنگ لطه پیچ شوری یکان کمبودیه باشد خودت ندارد خواطر نشید خوجایی همه کارو اوکی بشم رئیس اکرم او محکوم هم جمع شد باز نبالاریم خوب نمیشود زیدی مرده گریه گفتم خط بدم شینم باز مردم عیب نکنه من این کس نماینده ای ناحیه همین کس چیزی که گویند همان تا آمدن سلطان مولانویچ صبر بکنید خودشون که آمدن دستور میدن شما چیزی که گوید همان تا دارم هیچ شطوره گفتیم غمزه کن پولیس و بیرون کردم مگر برای گراندن این مرده هم دستور بودیم آقای سلطان در جای خودش رهبر ما عرف و عادت های خودمون رو داریم همه هم زاده این مادر است البته شما دادرم ماند با همون از پی مرده خودمون شوید آوازکا شما هیچ چیز رو نمیفهمید چی رو نمیفهمم значит так در ما субординация گفتنی که هست چیز افسیه؟ субординация و اون رو باید رعایت کرد все понятно مگر با رعایت کردن همین سپردیناتیا و مرده زنده می شود شما دادرم همون سپردیناتیاتون رو رعایت کردن گیرید ماند ما همون عرف و عادت خودمون رو بجا آره السلام علیکم. و علیکم السلام خانه اوستا مولان همین؟ همین دخترم و من بوستان مولانویچ روزی. بوستان جان السلام علیکم. من مرسیه گو. شما آدم فرستاده بودید. شوری. انا آمدم. بسیار کاری خوب کرد فهار یک خدمت نکرده اکا جان من به خدمت تیارم. تنها اول یک مسئله را حل میکردید کار خوب میشد. کدام مسئله؟ حق خدمت. این طرفش فکر نکنید خواهر من شما رو راضی میکنم اکا جان حساب دوستان با پول جان میگویند مبادا شما با مرده آواره شوید و مرا از یاد برارید خفه نشوید چندین بار چنین شده بود خواهر جان و شما به من باور ندارید آخر من یک سوداگر کوچکی نکو
крупный бизнесмен. крупный бизнесмен бошед 5000 кифоя. 5000? акаҷон ман аз рӯи инсоф кор мекунам. рӯзи дароз овоз баланд кардану мурдаи касеро обод кардан ин кори осон нест. аз тӯй ҳам вазнинтар. чунон овоз баровардан лозим ки тамоми мардум ба гирья дарояд. 3500. шумо розӣ? розӣ. آفرین بچه از همون کودکت معلوم بود که بیزنسمن میشوی танҳо ба хотири шумо. خواهرجان همین که من اشاره کردم شما هم فرق نکن. фаҳмо акаҷон фаҳмо ман ба назди занҳо равам. ҳой қариб буд ки аз ёд барорам. ман аз шаҳр такси киро карда омадам. ронанда дар беруни интизор аст. акаҷон 1500 медодед ҳамон ронандаро гусел мекардем кор хуб мешуд. боз дилаш дур наравад. زنکی ایاری اوی بیزنسمان باب کرد که حیفی 5000 حیفی 5000 بستان جان ما با رئیس مسئله کردیم بچه او مردم هم جمع شد. او آواز برآوردن در کار. حالا وقت هست این خبرکن چی شد؟ حال وقت هست رئیس وای من بستان جان آمد سمالتی وای دوستان جان هم همین ساعتهای 11 با فکرم میفرماید تا وقت پسرش سلطان و دخترش گلیسان هم رسیده میبیرد نصیب کرده باشد همین ساعتهای 2:15 2:34 همین مرده میبرورد آدم فرستادن لازم کاری نشود که شرمنده شویم. سر و سمه در رئیس دیده همون خبرکنی محله همون همین جگر ریخته در توی بریگادیر مردنک نوشیده از همراه شاگرداش مورد پخمیلش کند به خود بیاید من ساعتهای 11 برازش آدم میفرستم و یا بعد پخمیل تراکتور میشن 1 ساعت کنده تیار بکنم رئیس پرونه خوجایی ҳама корҳо окей ягон проблема нест ҳангун лата печ یه بچه چکانی در شوری برای همین تو را دوست میدارم. اما او مردم همه جمع شد. او آواز برآوردن در کار. راست رئیس آدمی زیاد جمع شده است آواز براره میشود آواز ببرانیم خیلی آواز من رخصت نمیدیم سلطان مولانویچ اندوهگین شدن نشو بروش پدرش مرده باشد البته اندوهگین میشود چی مگر سعودی کنم شما با همون سلطان مولانویچ مشغول باشد مانند با همون عرف عادت خدا ما را بجا آمدن میریم ممکن دیگر همیشه ва за эти безобразия я не отвечаю. من هم تاجه بزرگ جان سر بکنه بچه سر وای مولان دوستم من اکنون درد دیلم را به کی بگویم دیدارها در قیامت سوسته بیا بچه سوسته بیا وای پدر جان وای پدر بشنوی مولان بشنوی میشنوم وای پدر جان وای پدر جان وای پدر مرا دختر رفتید پدر جان مرا سغیره کرده رفتید پدر جان وای پدر این کی باشد این قدر پهرم بگیرد بستان جان این پدردزدا کی؟ ما داده خوردیت نباشد اما این جوان شاگردم شوری وای پدر وای پدر وای پدر جان وای پدر شوری تو همین پیشتر استا مولان رو میشناختی ها؟ اما ای رحمتی پدری خوجایی نه ای گیریان برای مردن نه برای خوجایی وای پدر جان وای پدر شوری بای همین پدری خدا زنده می؟ ای زنده اولیایی خاندانم پدر جان وای پدر
git çakar söyleyeyim. Ama bezor kardeş kara xidnak mı? Vay pedercan, vay peder. Avlit monday besohim. Ey mamlon, vay mamlon, can mamlon. Kandaşın nanu nasip. Ey mamlon, vay mamlon, can mamlon. Bacakot sarıla. Ey mamlon, vay mamlon, can mamlon. Vay pedercan. Rosa koşo şutira. Ey mamlon, vay mamlon, can mamlon. Mamlon, bir şuna bir. İnsana bir söz sağ geri ku. Kudaş ya gazdatı ovuzlaşa bine. Goyo ki burada padari kudaş boşa. O dilu cigarama oğum kardı o. Albatta o mekunada. برای 5000 منم هم میکردم. میسازم گهوارم. ای مملان، وای مملان، جان مملان. مولا کردای آمارم. ای مملان، وای مملان، جان مملان. کتای پجمردم. ای ممنون، وای ممنون، جان ممنون. گلستانت آزردم. ای ممنون، وای ممنون، جان ممنون. بس و این زنه گو بس کنن. حاضر دیرم میکفن. حاضر روی حولی برا بودم دانو فیزانه گردم. شیره. Koharım, boya. Ey Mevlam, vay Mevlam, can Mevlam. Umram olham onları güzaştıram. Kadam resfaka hamar ham davom burada. Olayı tepe be meran. Ey margit kara. گریه نکن دنیا بنابرد گفتند مرا ببخشید ابا وای پدر جانانه، وای پدر. وای پدر، وای پدر. رسان جان بچه بسیار ملت را آب نکن بچه. او نماینده گفت که مردن پدر برای هر فرزند میراث. برای بسیار دلت خون نکن بچه. اما جان با گپ‌های پدرم گوش نکردم ها؟ ترس اومده خبر نگرفتم ها؟ وای پدر. اینقدر بپروایی کردم امک. امید و ارمان در دلم موند امک. رسان جان پسرم امید و ارمان در دل نگیر. ارمان به دل نگیر بچه. این دنیا یک معجزه های دارد که همش در پیش خودت را آب گیرد. وای پدر. اکنون به پدر مونه، وای پدر. مولان من سلطان بابا. وای پدر. وای پدر جان. پدرمون رو از دست دادم. به خبر ماندم، به خبر. سلطان جان آمده بچم. من بندگی بچم دلت گرده نشود. بیان را مستحکم بند بچم. وای پدری مهربانم. وای پدری جانگذارم. وای پدری چوب تراشم. وای پدر. اکا جان، او خاموش رئیس پیش مردم
یک دو بود پدر جان گوید آواز برام بچم آواز برام چگونه آواز آخر من شخصی مسئول وای پدر اکا او کاریگری کلان هم که باشه او یک دو بار پدر جان پدر گوید وای پدر جان وای پدر جان وای پدر او کمتر بلندتر او مردم شنود وای پدر جان وای پدر جان وای پدر میبخشید یک لحظه اول خاموشی رعایت کنید برقیه میخونم برقیه تسلیه محترم سلطان مولانویچ خبری وفاتی بر محل پدری بزرگوارتان همه مایان را به اندازه اندوهگین نمود به شما و نزدیکانتان صبری جمیل خواهانید همدردی به پایان ما را قبول فرمایید با احترام همکارانتان از حکومت ولایت شنوی مولا مرگ برمحل اون تا که 80 با گرفتی برمحل بشم ای برات چه زده ای ریشتخته من به تو نگفته بودم که در این کارها سر و تیمگی خوب نیست نه کن همدردی به پایانشان را قبول فرما همدردی هم به پایان میشنم قبول فرما امیر قدر مرگ کارت مردم سرطان و سرگردان کردی اکنون آرام شدی می ها ای خنک شد می اما از انا سلطان جانم رسیده آمد بین همه فرزندانم سرجم شدند اکنون مورم هم علم نمی کنند شاید هم یک قدرش بس بوده گیسه نه ریش ریخته تو مرا قسم دادی کو اکنون مرده طاقت میکنی طاقت میکنی از یک پسرت که جمع شدن انا بعد ما نشسته مسیحت میکنیم که تو را زنده کنیم یا دوان بالای تپه بریم تو چه؟ مردن را آسان حساب کردی؟ قسم دادی اکن چه نکن؟ آمد جان پدرم را می دیدم سلطان جان پدرم پیش از وفاتش وصیت کردم با من که تا هر سه پسرم جمع نشوند در این مهمانخانه را نکشال کن خیلی چیکار کنیم بچه اما کم درست میگویم آخرین خواهش پدرم باید اجرا شود خیر بچه برادرم دوستان براه برآمدگیست ای شاعران مردمی دل پولند از رفیقانم خواهش کردم که با هواپیما شیننده گسل کنند همین لحظه رسیدم میآید میرسد میبخشید مرحمت سلطان مولانویچ سلطان مولانویچ من نماینده حکومت نوحیه من همه تدبیرها را برای در سطح بلند گذشتن این چاره‌بینی اجرا کردم راه قشلاق تا گردش مزار آب زدگی انا در گوشه میز و کرسی همه آماده انا پورترت همه آماده خرافات تیار علاقه میخواستم با شما در مورد یک چی مصلحت کنم در مورد قبل یک میتین چه میگذارونیم بعد از میتین گلو چنبر میگذاریم من معلمه های مکتب رو سفربر کردم سر لباس یگانه انتظار گفت در این که در میتین کی سخنرانی میکنه چگونه میتین چه خیلی گلچنبر و سخنرانی میتینگی بالای قبل در اینجا در باره لازم نیست نه گلچنبر و نه سخنرانی پدرم یک مردی عادی خاکسار بوده یک عمر اون را با زحمت حلال با نام حلال کلام کرد سلطان مولانویچ معرکه چی میشود من جوابگرم شما را از جوابگری آزاد کردم سلطان مولانویچ من رئیس چی میگویم
رئیس گوید کی؟ معرکه در سطح عالی گذشت. سلطان مقام یوز برف کنش ستیان. نه لازم نیست چیزی که شما بگید همون راهبر پیسرم و گردم من با تو فخر میکنم سلطانم. اصلا راهبرها همه خیلی نازک‌تر میشن. حتی بدن خودش مشکلی که خواهد گروندن گیرد هم در پروتکل قید میکنیم که در سطح عالی گذشت بهترین بود کرد. وای پدر جانمه وای پیسر وای ستونی خدا دادمه دیگر کی رو پدر میپیم کجوم دوستان خودت را به دست گیر. پدرم در کجوی همه کجوم پدرمون را از دست دادیم. چی گپ شد بوستان جان بوستان جان به پدرم چی شد پدرم در کجوی همه کجوم دوستان جان آمدی بچه. وای مهربانم پدر وای سویبانم پدر دیرت گردن نشود خودت را به دست گیر بچه. وای قبلگاه پدر اما که اول کتابی اولینم اول پرسیت نکردم پدر خبرگیری هم نامدم پدر مرا سرسان و سرگردان کردیم پدر کتابی اولینم رو نخونده رفتید پدر ای در سخنات جانم بچه و شاهیر در شاهیر. ای عوض من به قدر همین خیل فرزندان نمیرسیدم. ناشکری میکردم ناشکری میکردم. مرگ کارت مولا. ای همه این حالا حلوا دختر گلی تو رسیده آمد. اوی انا کن گوش کن. وای پدر جانمه پدر جان به ماه رفته پدر جان تمامی عمر زحمت کشیده راحتش رو ندیده رفته پدر جان وای پدر جان وای پدر جان در وصفتون مصره هم ایجاد نکردم پدر شعر نویسم پدر داستان نویسم پدر وای اپا جان وای دادر جانا کمه اکنون من نفقه کی را بگیرم وای پدر جانمه وای اکا جانمه با پدرم چی شد و خیرگویه اکنون من دیگر کی را پدر بگویم وای اکا جان هایمه وای پدری مهربانمه وای پدری دلسوزمه در این مموریت حتی یک پیوله آب هم دراز نکردم پدر آخر از بودنی چونین دختر نبودنش بهتر نیست پدر وای پدر جانی مهربانمه وای پدر جانی دلسوزمه دوستو جزا بتوانم ببرایم کجا ببرویه باز تو را دیگه دیگه فرق نشود. چه من پدرم از آماده کنم آخی بیشارم بلند دلم میزند. باز در حقیقت مردن امان است. گفتگی بریم من یک پیشنهاد دارم. اینقدر آدمی زیاد جمع شده است اینقدر جنازه پر دبدبه اینقدر شخصیت های معتبر همین حاضر موریمانی نغزینی هم همه این مردم یک بار دیگر سرگردان کردن چی لازم هم؟ شوخی های خونکت در گور. ای اگر حاضر مرده مانم فردا تا روز قیامت آرمان در دلت میمانه. ای زودتر جون شاید چه من فرزندهای رو تیار کنم. ای دختر لازم نیست قبلگاه همه گم کردمه وای پدر جان های مردم فرزندانم معجزه سلطان جان معجزه آخر زمان پسرتان دوست من مولون زنده
از داشتن اومدم چشمانش کشادم از جایش خیست با من گپ هم زد یک بارا زده داره دیگه فرق شده باز مردنش بود که برای همین شما صبر کنید من خدا میبرم خدا میبرم خلاصه من شوید هزاران بار شکر که امروز شمایان را سرجم میبینم. صد افسوس که خبر جنازه پدرتان سببگار جمع شدنتان شد. از این معلوم می شود که شمایان دفعه دیگر روزی جنازه من سرجم می ای برادر، خاکی پایت توتی ها، گر تو ما را دوست می‌داری بیا. اعتقادی ما و تو در زندگی است. بعد مردن خواه بیایی خواه نیا. ای مولان، ای گرد سوزد مولان، انا برو به نزد فرزندانت برو. دستت پاهایم میلرزد. تو خودت رو به دست گیره نامردی نکن. باز در حقیقت مرده مانده برای شرمنده نکنی. مرا ببخش دوستم، برای این تو را بسیار تشویش دادم. دوست قیامتی هم از من نرنج، از من نرنج. بودو گذشت، به گذشته سلام. پدر جان! اجازه دید شما رو یک باغوش گیرم. نفقه هم آورده. بله در روزهای نیک سب شود. تشکر دوستم. با تو هم تشکر. محترم سلطان مولان از این فرصت مناسب استفاده بوده شما را به مناسبتی از نو زیده گردیدن مبارک شود و رئیس حتما این خبر پیشو میرسوند. میگویند که تنها اولیاها از نو زنده شده میتوانند. شما اولیو بودید بابا جان. ینگه جان اجازه دهید که شبخرتون را زیارت کنم. راست گفتی دخترم. مولان اولیا فرشته این تپتایا رو فقط همون بالش نمیرسن. اول جان جان اکنون در حقیقت دانستم که دوست عزیز و جانی و قیامتی هم تو هستی. وای پدری جون پدرشم، وای پدری گهوار سازم. خاموش پدرم زنده. هنگو هنگ لکهش شوری خوراک تیار. پدر جون تبریک برشم. خوجایی خوراک خود تیار دیگرش هم آموده. اما جان جان از اول سروری معرکه شما بودید. این طرفش اکنون به اختیار شما دسترخوان میکشید. این طرفش اکنون توی. توی باشد توی نباشه. توی اما که من یک شرط دارم. یک شرط همین که اگر همین خدا رحمتی دوستم مولان پیش از آغاز کار یک دعای خیر نکند پگاه جنازه من. پروردگارا شکر چنین فرزندان که عطایم فرموده. شکر چنین همسر عزیز و مهربانم خالدانه. شکر دوست عزیزم عوض جان. شکر این وطن آبادی و آسودگی دیار.
یا پروردگارم گناههای مرا ببخشا و فرزندانم توفیق و عمر دراز عطا فرما. آمین. دوستان گرامی، اینک نمایش ما به انجام رسید. با همه حسن و قبحش شما بسیار با اخلاص و صمیمیت خاصه استقبال کردید و اگر ذره یک قناوت معنوی، یک دستور، یک پند برداشته باشد، این باعث سرفرازی های ماست. البته صحنه تئاتر خصوصیت های خودش را دارد. تئاتر آرایش و برق و روشنایی و همه اینها، لیکن در این صحنه ای که تنها برای اجرای برنامه های کنسرتی موافق است، هنرمندان ما با تراوت هنر، با استعداد این مسکر را منظور شما کردند و من حالا با کمال احترام از رئیس محترم شهر برادر عزیزمان عبدالخالق خالقزاده همراه اهل مقامات که همراهشان هستند، لطفالله دولتزاده هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، خیلی شاد شدیم. بسیار کم در کم خیلی رخ میدهد که در همین دور و زمانی که اینقدر سرتشویش هستند، اینقدر خصوصا معرکه باز دعوت به صفحه ارتش ملی است، بسیار با همین سرکاری ها نگاه نکرده رئیس محترم اینقدر توجه، تمام اهل مقامات اینقدر توجه، اینقدر غمخواری، اینقدر مهربانی، این واقعا هم نشانه فضیلت، خیرات، فرهنگ بالا و مهم جوانمردی است. جوانمردی. رئیس محترم هزار تشکر زیاد استاد عزیز محترم لطفالله دولتوف، محترم ارتقی قادر، محترم اهل هنرمندان مؤسسه دولتی تئاتری به نام ابوالقاسم لافتی، من منتداری صمیمی خویش را به اهل هنرمندان میرسانم که خواهشی ما را به نوبت گرفته به شهر باستانی پنجگین تشریف آوردند و من همه همین دستاورد ساحه تئاتر از سیاست خردمندانه و بنیادکارانه از اسکوزاری و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان میبینم و این آرامی و این آسودگی و این پیشروی که در ساحه عموما فرهنگ است، از جمله در ساحه تئاتر، این همه از سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم پیشوای معظم ملت است.
خب جامعه بقد هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سرور تئاتر اکادمی دراموی به نام استاد عبدالقاسم لاهوتی لطفالله دولتزاده مبارک باد. من فکرم اینجا علی شد ایواد شد. جامعه بقد هنرپیشه مردمی تاجیکستان اسلبک نظریف مبارک باد. جامعه بقد هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان محمدی میرزا علیف مبارک باد. جامعه بقد برنده میدان افتخاری برای خدمت شایسته صلاح الدین شکرزاده مبارک باد. بسیار با مورد شده شهر پنجکن کمی ساختمان‌تر است نسبت به دوشنبه. حاضر خداوند بسیار راحت احساس کردیم از مهربانی رئیس محترم. و پالتو تا برو بچین. جامعه بخد اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان امید سبحانانی خجسته باد. آفرین همه داماد بر این طرف جامعه بخد من جگر ریخته اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان شورک رضا یوسفی مبارک باد. جگر ریخته نوبتی اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان شهزاد نیازی مبارک باد. بای رضا جان عیب توقینه عیب سر جامعه بخدی جگر ریخته دیگر دارنده افتخارنامه حکومت جمهوری تاجیکستان که همین سال مشرف گشت شجاعت اسدالله زاده مبارک باد. جامعه بخدی معاون دیرکتر جگر ریخته واقعی آید به کارهای داوودتاز قربان سفرزاده آفرین. اینه که هیچ یکون چیزی گرم نداشت بسیار خوب شد. صبحان رجبوف یاوری کارگردان هنرپیشه اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان و شلپت آستاگیر این آخر نگاه کرده که پیش سرد نتاوه آنا آفرین آنا منوچهری جنگیلموی و مهندسی صدا فاروق جان همین صدای ما توسط دستگاه صدای همین فاروق جان بلند است. آفرین آفرین اینقدر توجه اینقدر مهربانیه. این بانوها و هنرپیشه مردمی تاجیکستان سعادت بانو عزیز و همشهری شما زاده پنجگند باستانی اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سولت ماه اغنظر و اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان شمسیه بانو اسن و تمام صداش کتی امروز داد گفت یک خیلی مردم هم در زل بفکرم در گریه و با فیران آمدن. خب رئیس محترم هزاران تشکر. این قدر جامعه زیبید است بیاد درباره این جامعه یک دو سخن کن. همه سخنهای گفتن راستی گپ از روزی که مصلحت شد که ما با پنجکن می رویم
دعوت‌ها بسیار پرمحبت و گرم و صمیمی بودن. ما همین گرمی و همین مهربانی را تا حاضر احساس میکنیم توسط رئیس محترم که از آوان جوانی اولی هم جوان نکود با اون وقتا سر بچه با جوانتر بودن، ما هم جوان بودیم وقت. من میشناسم، با من همچون فرزند همچون دادرم یک جوان مرده که اهل عائله‌شون زیایی هستند، از فرهنگ و ادبیات با خبرند و امروز همین چیزا ما در همین شهر باستانی پنجکین احساس کردیم. با همه شما تشکر. دیگر زیاد گپ نمیزنم، فقط اظهار مینداری میکنم از اهل رهبرا و هنرمند تماشاگران شهر پنجکین. بیا تا مونسی هم، یار هم، غمخوار هم باشیم. انیسی جان غم فرسوده و بیمار هم باشیم. شباید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم. شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. دوای هم، شفای هم، برای هم فدای هم، دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشیم. با هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه، سر در کار هم آریم و دوش بار هم باشیم. به جمعیت پناه آریم از باد پریشانی. به جمعیت پناه آریم از باد پریشانی. اگر غفلت کند آهنگ ما، هوشیار هم باشیم. و وقتی هوشیاری عقل کل گردیم بهر هم. چو وقتی مستی آید ساغری سرشار هم باشیم. شویم از نغمه خوانی عندلیب غم سرای هم، برنگ و روی هم دیگر شده گلزار هم باشیم. برنگ و روی هم دیگر شده گلزار هم باشیم. غم هم، شادی هم، دینی هم، دنیای هم گردیم. بلای یکدیگر را چاره و ناچار هم باشیم. بلاگردان هم گردیده گردی همدیگر گردیم. شویم قربان هم، از جان و منتدار هم باشیم. یکی گردیم در پندار و در گفتار و در کردار. یکی گردیم در پندار و در گفتار و در کردار. بلای یکدیگر را چاره و ناچار هم باشیم. نمی بینم به جز تو همدم ای فیض در عالم. بیا دمسازی هم، بیا دمسازی هم، گنجینه اسرار هم باشیم. بیا تا مونسی هم، یاری هم، غمخواری هم باشیم. تشکر زیاد. من منتداری صمیمی خویش را بیان میکنم به اهل هنر. خوش آمدید. قدماتون نور دیده تاج سر. قدم هر کی بر این سرا برنهاد، به فرق سر و چشم ما برنهاد. آمدنهای شما نور دیده تاج سر. سلامت باشید.